تطبیق جزا برای نفران جنایتکار پیش از همه با مقصد اصلاح گمانبر جنایت است، ولی نفرانی که به جنایتکاری عادت کرده اند عاقبت کردار خویش را نااندیشیده جنایت برای این گونه شخصان همچون یک عمل مقرری گردیده است. دو نفر ساکن ناحیه شهر نو که قبلا برای صادر کردن جنایت‌های دزدی ادای جزا نمودند، این نوبت با یک نفر هممسلک خود برای صادر کردن همین کردار از جانب کارمندان میلیسیا دستگیر گردیدند. کارمندان مقامات کارهای داخلی در ناحیه شهر نو در نتیجه فعالیت نتیجه بخش اپراتیوی حرکت‌های اتفاقی سگانه دزدان هرجوگرد را به پرده ساختند که از ناحیه شهر نو به شهر و ناحیه‌های کشور رفته به دزدی از داخل نقلیات و از منزل‌های استقامتی مشغول بودند. گمانبران جنایت نظروف کامران سال تولدش 2001 استقامت کننده دهه قهرمان ناحیه شهر نو و دو نفر نابالغ استقامت کنندگان کوچه خوجندی و محله بلخک ناحیه مذکور که هر دو پیشتر گذشته جنایتی دارند دستگیر شدند. مقامات میلیسیا عین حال 70 لحظه جنایت دزدی را به این گروه جنایت پیشه نسبت می‌دهد که در حدود شهرهای دوشنبه، ترسونزاده و ناحیه شهر نو صادر شدند. اصول دزدی‌ها شکستن تریزه نقلیات و از داخل آن دریافت و تصرف پول نقد و دیگر اشیاءهای قیمتناک است. مورد ذکر است که نفران جنایت پیشه از منزل‌های استقامتی ساکنان ناحیه شهر نو کامپیوتر، مبلغ و دیگر اشیاء روزگارداری، همزمان یک عدد دوچرخه برقی یا خود اسکوتر یک نفر ساکن ناحیه را نیز تصرف نمودند. یعنی به شهر ترسونزاده رفته چند عدد ماشین‌ها را تریزه‌اش را شکسته از درون آن پول را می‌گرفتیم با همراهی رفیقانم. پولی که گرفتید هم پول دزدگیتون با همراه رفیقانتون چیکار می‌کردید؟ ما با همراهی رفیقانم پول را تقسیم می‌کردیم. در دیگر یک چند ماشین زدیم در شهر نو در دوشنبه هر جا یکت خانه‌های نمی داماد شهر نو زدیم سکوتر، کامپیوتر دیگر چیزا دزدیدیم. یادرس می‌نماییم که همه جنایت‌ها شبانه صورت گرفته از اولهای ماه اکتبر تا این جانب صادر شدند. بازداشت گمانبر شده‌ها برای ادامه نیافتن کردار به جامعه خوفناک از جانب آنها مساعدت کننده باشد هم مقامات میلیسیا از شهروندان دعوت به عمل می‌آورد که در حفظ مالکیت شخصی بی‌پروا نباشند و حتما از چاره‌های بی‌خطری محافظتی کار گیرند. در نتیجه دایر نمودن چاره‌بینی و اپراتیوی جستجویی ما کارمندان شعبه‌چه گفتگو جنایتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه شهر نو توانستیم به کج‌رفتاری این نفران جنایت پیشه خاتمه گذاشته آنها را دستگیر نماییم. وابسته به این قضیه طبق طلبات ما در 244 کدکس جنایتی جمهوری اسلامی پرونده جنایتی آغاز گردیده بازداشت شدگان در حبس پیشکی قرار دارند.